رونالدو هم باورش نمیشه رئیس جمهور پرتغال ازش خواهش کنه از تیم ملی خداحافظی نکنه. رونالدو داشت آماده میشه تو بازی بعدی پرتغال از تیم ملی خداحافظی کنه، اما باورتون نمیشه چی شد. بعد از پرتغال از جام جهانی ازش پرسیدن میخوای خداحافظی کنی، گفت که این تصمیم با خانواده‌ام میگیرم. اما نزدیکای رونالدو گفتن اون قرار بوده بعد بازی تیم ملی پرتغال با ولز تو جام ملت‌های اروپا تو سپتامبر از تیم ملی خداحافظی کنه. اینجاست که یه متخصص بازاریابی به پرتغالیا گفته که ببینید اگه رونالدو بازنشسته بشه این کشور ممکنه با افت شدید توجه و درآمد روبرو بشه یا حتی ورشکست بشه. رونالدو اینقدر بزرگه که اگه از فوتبال خداحافظی کنه کشور پرتغال ورشکست میشه. بعد تو تیم ملی چند تا پوفیوز مثل برونو فرناندز و بقیه خودشونو بزرگتر از رونالدو میبینن. شما نظرتون چیه؟ رونالدو رو دوست دارید؟ اگه از بازی‌های ملی خداحافظی کنه بازم طرفدار پرتغال میمونید یا نه فقط به عشق رونالدو بوده که فن پرتغال بودین؟ اگه آره تو کامنت یه قلب خوشگل بذارید و بنویسید CR7 یا رونالدو یا هر چی که دوست داشتید مثل